la visita tiene una alta significación. حوزه کشاورزی تجربیات خوبی رو ظرف این مدت ما تونستیم کسب بکنیم و شما هم گام تصور امریکایی ها و نظام سلطان است که وضع تحریم ها میتونه کشورهای ما رو متوقف بکنه یا میتونه وادار بکنه ما رو به تسلیم. این غفلت نظام سلطه است و این یک محاسبه نادرسته مثل همه محاسبات نادرست دیگرش که فکر میکنه با تحریم میتونه ملت‌هایی که اراده کردن در مقابل زیاده خواهی های نظام سلطه ایستادگی کنن، وادار بکنه به عقب نشینی. ما هم در مذاکراتمون با آقای رئیس جمهور محترم کوبا مسئله فلسطین و حمایت از مردم فلسطین رو مورد تأکید قرار دادیم و تأسف بارتر از این حادثه حمایت امریکا و غربی هاست از این جنایت هولناک. کسانی که مدعی حقوق انسان هستند، مدعی حقوق بشریتن و حقوق بشرن، چگونه از این جنایت علیه بشریت دارن حمایت میکنن. دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام از سازمان‌های بین‌المللی نتوانستند این ماشین جنگی که امریکایی‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن متوقف بکنن. سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه عرب و بسیاری از اتحادیه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری کارآمدی خودشون از دست دادن. امروز بشریت شاهد ناکارآمدی سازمان‌های جهانی است که بخواد دفاع از مظلوم بکنه. Hemos ratificado nuestra condena enérgica a la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de la República Islámica de Irán. A la República Islámica de Irán tiene una alta significación. Por parte de Israel a la condena al asesinato de miles de personas, entre ellos niños y mujeres. و همچنین محکوم کردن کشتار هزاران نفر از جمله زنان و کودکان از طرف اسرائیل a la exigencia por un cese del fuego inmediato و مطالبه یک آتش بس فوری y para que se creen las condiciones de la creación de un Estado de Palestina.